من شان هستم و با یه آموزش فتوشاپ دیگه از شانس چنل در خدمتتونم. همونطور که تو قسمت کامنت یکی از ویدیوها از من خواسته بودید، امروز میخوام براتون یه پوستر فوتبالی آماده کنم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون، اگر تا حالا تو این چنل سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و اگر اون زنگوله کنارش هم فعال کنید، به محض اینکه من ویدیوی جدیدی منتشر کنم، یوتیوب شما رو مطلع میکنه و میتونید همون لحظه اون ویدیو رو تماشا کنید. خب بریم سراغ آموزشمون. پوستری که میخوام براتون طراحی کنم یه پوستر از جرارد پیکه است. تکست رو انتخاب میکنم و با انتخاب کردن فونت ایمپکت و سایزم هم روی 290 میذارم و اینجا جرارد پیکه رو می نویسم. حالا قسمت پیکه رو می گیرم و یه مقدار به تنهایی بزرگترش می کنم تا با قسمت جرارد بالا یکیشه. حالا کنترل آ می زنم که کل تکست هم انتخاب شه و از قسمت کاراکتر میام فاصله بین خطامو درست می کنم طوری که دقیقاً لب به لب هم باشه. خب الان یه مقدار نیاز دارم کوچیک‌ترش کنم. الان دیگه تو این قسمت اگه نیاز داشتید کوچیک کنید، حتما از کنترل تی استفاده کنید، چون اگر بخواید سایز فونت رو تغییر بدید، دوتاش با هم دیگه تغییر میکنه. یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم، انقدر مناسبه. حالا عکسی که از قبل سلکت کرده بودم و انتخاب میکنم و وارد صفحه‌ام میکنم. یه مقدار اوپاسیتیشو کمتر میکنم تا بتونم لایه زیر رو راحت‌تر ببینم. حالا کنترل تی رو میزنم و میام صورتش رو توی این تکست نگاه میکنم که کجا باشه درسته. نیاز دارم که چشاش باشه، پس توی قسمتی میذارمش که چشا رو از دست نده. خب حالا اینتر میکنم و اوپاسیتیمو دوباره به 100 برمیگردونم. لایه تکستی که ایجاد کردم و با کلیک راست کردم و کانورت تو اسمارت آبجکت میام ازش اسمارت آبجکت میسازم که بعداً بتونم تغییراتی رو توش ایجاد کنم اگر نیاز بودش. حالا روی تامنیلی که درست شده کنترل رو نگه میدارم و کلیک میکنم و روی لایه عکسم کلیک میکنم و ماسک رو انتخاب میکنم. حالا روی قسمت تامنیل ماسکی که ایجاد کردم میام سلکشنم رو برمیدارم و یه قسمتی رو سلکت میکنم، بازم نزدیک به متنم. حالا با استفاده از براش و انتخاب کردن رنگ مشکی، براش نورمالم رو انتخاب میکنم، سایزش هم کوچیک‌تر میکنم. حالا با استفاده از رنگ مشکی میتونم این قسمت ها رو برگردونم. اینجا با دکمه X میتونم رنگا رو جابجا کنم. ببینید موقعی که X رو بزنید میتونید راحت رنگ فورگراند کالر و بک‌گراند کالر رو با هم دیگه جابجا کنید. مشکی رو سفید رو انتخاب میکنم و قسمت موها رو برمیگردونم. حالا کنترل دی میکنم تا سلکشنم از بین بره. این دوتا لایه رو با هم دیگه انتخاب میکنم و با زدن کنترل جی میام یک گروپ ازشون میگیرم. حالا روی لایه بک‌گراندم کلیک میکنم و قفلش رو باز میکنم. روی لایه بک‌گراندم کلیک راست میکنم و بلندینگ آپشن رو انتخاب میکنم. حالا از قسمت گرادینت میام این قسمت گرادینت بیسیک سیاه‌سفید رو انتخاب میکنم و با کلیک کردن روی این قسمت میام رنگ رو به تصویرم اضافه میکنم. چون بارسا لباسش قرمز و سفیده، منم ترجیح میدم که اینجا قرمز و آبیه، منم ترجیح میدم که اینجا از آبی و قرمز استفاده کنم، ولی خب یه رنگ تیره ای رو میام ازش انتخاب میکنم. تو این قسمت هم قرمزم رو وارد میکنم ولی باز تیره. حالا اوکی میکنم. الان یه عکس دیگه ای از پیکه که باز قبلا سلکتش کردم و انتخاب میکنم و وارد پروژم میکنم. با زدن کنترل تی مجددا سایزش رو کوچیک‌تر میکنم و با تصویرم یکی میکنم. یه مقدار پایین فضا بیشتر میذارم چون که میخوام بهش یه حالت سایه بدم و یه حالت رفلکت ایجاد کنم. حالا عکسی که اینجا وارد کردم و روش کلیک میکنم و با زدن کنترل جی یه کپی از روش میگیرم. کنترل تی رو میزنم و کلیک راست میکنم و ورتیکال رو انتخاب میکنم تا عکس برای من سر ته شه. اینو میکشم و میارم پایین تصویرم قرار میدم. یه مقدارم ازش فاصله میدم
حالا میام برای این لایه‌ای که ایجاد کردم یه ماسک درست میکنم و با استفاده از گرادینت سیاه و سفید میام یه مقدار بهش گرادینت میدم تا تصویر پایینم محو‌تر شه. یه لایه جدید ایجاد میکنم و با استفاده از براش و رنگ مشکی یه تاچ اینجا انجام میدم. حالا کنترل تی رو میزنم، شیفتم رو نگه میدارم که بتونم دفرمش کنم. تو بعضی از ورژن ها نیاز نیست شیفت نگه داشته شه و از بالا یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم. این رو بین دوتا تصویرم قرار میدم و حالا از قسمت لایه ها میام اینو زیر دوتا تصویرم قرار میدم. یه مقدارم اپاسیتیش رو کمتر میکنم. خب الان این سه تا لایه‌ای که ایجاد کردم و دوباره با زدن کنترل جی میام گروپش میکنم که اینا با هم توی یه لایه باشن و این یه لایه جداگونه. الان نیاز دارم که این لایه رو یه مقدار به سمت راست بیارم. خیلی راحت گروپش رو انتخاب میکنم و میتونم جابجاش کنم. رکتانگل تولم رو انتخاب میکنم و یه مستطیل این قسمت تصویرم برای خودم ایجاد میکنم. استراکش رو روی نان میذارم و رنگشم قرمز میکنم. حالا با نگه داشتن دکمه آلت میتونم اینو درگ اند دراپ کنم و یه کپی از روش بگیرم. روی لایه ایجاد شده کلیک میکنم و رکتانگل تولم رو انتخاب میکنم و اینجا رنگش رو آبی میکنم. حالا یه لایه جدید ایجاد میکنم و با استفاده از سلکشن تولم میام لب به لب این عکس، لب به لب این خطا سلکت میکنم. براشم رو ور میدارم و با استفاده از رنگ مشکی میام برای اینجا یه سایه ایجاد میکنم. یه مقدار براشم بزرگتر میکنم. مطمئن باشید که هاردنستون حتما روی 0 باشه و اینجا یه مقدار رنگ براش ایجاد کنید. کنترل دی میزنم و همونطور که میبینید این سایه برای من ایجاد شده. این قسمت بالا و پایینش نیاز دارم که یه مقدار پاک کنم که اینقدر تیز نباشه. پس میام گرادینت رو انتخاب میکنم، قلمم رو کوچیک‌تر میکنم و با همون رنگ مشکی این قسمت‌های اطرافش رو یه مقدار پاک میکنم. خب حالا لایه‌مو انتخاب میکنم و میبرمش سمت دوتا خطی که ایجاد کردم و با اونا لب به لبش میکنم. مجددا این سه تا لایه‌ای که الان ایجاد کردم رو انتخاب میکنم و با زدن کنترل جی یک گروپ دیگه ایجاد میکنم. حالا از گروپ هم با زدن کنترل جی یک کپی میگیرم و با استفاده از کنترل تی و کلیک راست میکنم و هوریزونتال رو انتخاب میکنم تا سر و ته شه. حالا خیلی راحت اینو میگیرم و قسمت روبروی اون قرار میدم. خب الان نیاز دارم که این قسمت رو زیرش یه سری تکست میخوام اضافه کنم. پس نیاز دارم این گروپم رو انتخاب کنم و یه مقدار ببرمش بالاتر. میام تکستم رو انتخاب میکنم، چارچوبش رو مشخص میکنم که تو چه محدوده‌ای نوشته بشه. سایز قلمم رو درست میکنم، کوچیک‌ترش میکنم. فونتم هم تغییر میدم و از کالیبری استفاده میکنم. اینجا تکست خودتون رو تایپ میکنید و با استفاده از کاراکتر میاد فاصله بین خطا رو کم میکنید. فونت من مجددا به ایمپکت برگشت. مطمئن باشید که فونتتون تغییر نکرده. حالا یه مقدار سایزشو کوچیک‌تر میکنم تا توی 3 خط قرار بگیره. یه مقدارم فاصله میدم از نوشته بالا. خب الان میام پنتولم رو انتخاب میکنم و استروکم رو روی رنگ سفید میذارم، رنگم هم روی نان میذارم باشه و یه خطی رو اینجا برای خودم ایجاد میکنم. شیفت رو نگه میدارم که خطم مستقیم رسم شه. استروکش رو روی 3 پیکسل میذارم. روی شیپ ایجاد شدم کلیک میکنم و با استفاده از کنترل جی میام یه کپی از روش میگیرم و یه مقدار جابجاش میکنم. حالا این دوتا شیپ همون مجددا انتخاب میکنم و بازم با زدن کنترل جی یه گروپ ازشون میسازم. حالا کنترل جی میزنم، گروپ همون مجددا کپی میکنم، کنترل تی و تو این قسمت بالا
180 درجه بهش چرخش میدم. میگیرمش و میارمش این قسمت تصویرم. خب حالا میام یه لایه جدید ایجاد میکنم و با استفاده از براش تول میام براش رو انتخاب میکنم و یه براشی رو انتخاب میکنم. من اینجا میخوام از براش ابر استفاده کنم، انتخابش میکنم. یه نکته، من یه پک براش براتون آماده میکنم و توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم که تمام براشایی که من توی آموزشام ازشون استفاده میکنم اون تو هستش، پس دیگه نیاز نداره که توی هر آموزش دنبال براشای مختلف بگردید. اونو میتونید خیلی راحت دانلود کنید، روی فتوشاپ خودتون لودش کنید و دیگه خیلی راحت بتونید به براشایی که من اینجا اسم میبرم دسترسی داشته باشید. خب از همون پکی که بهتون گفتم میام کلاود 1 رو پیدا میکنم و انتخابش میکنم. حالا میام رنگم رو تغییر میدم و رنگ آبی رو انتخاب میکنم. روی این قسمت خیلی راحت کلیک میکنم تا اون جهتی که دوست دارم رو بتونم داشته باشم. میبینید موقعی که کلیک میکنید جهت ها برمیگرده اتوماتیک و شما میتونید راحت با کنترل زد زدن اونو پاک کنید و انقدر این کار رو بکنید تا اون جهتی که میخواید رو داشته باشید، یا اینکه کلیک راست کنید و از این قسمت جهت رو تغییر بدید. حالا یه لایه دیگه ایجاد میکنم و این بار رنگ قرمز رو انتخاب میکنم. این دوتا لایه‌ای که ایجاد شده رو کلیک میکنم و میکشم و زیر عکسم قرار میدم. حالا مودش رو تغییر میدم و روی کالر دوج میذارم. الان نیاز دارم که یه مقدار روی رنگ این دوتا عکسم کار کنم، پس میام عکسم رو انتخاب میکنم و با استفاده از اکسپوژر میام یه مقدار تغییر میدم. الان که دارم تغییر میدم میبینید داره تغییرات روی کل عکس من انجام میشه. شما میتونید با نگه داشتن دکمه آلت بین این لایه‌ای که بین لایه اکسپوژری که ایجاد کردید و لایه عکسی که دارید آلت رو نگه دارید و موس که بین این دو تا لایه بیارید این آیکون براتون ایجاد میشه و با کلیک کردن الان صرفاً روی این لایه عکس ما اون تغییرات انجام میشه و دیگه کاری به قسمت بقیه عکسمون نداره. خب برای این عکس هم مجددا میام انتخابش میکنم این عکس رو و من اینجا میخوام که از کالر لوکاپ استفاده کنم. شما میتونید از هر افکتی که از هر فیلتر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. من اینجا تری استریپ لوک رو بهش میدم، مجددا آلت رو نگه میدارم بین این دو تا لایه و صرفا روی این عکس ایجادش میکنم و یه مقدار اپاسیتیش رو کمتر میکنم. خب هر زمانی که احساس کردید نیاز دارید تغییراتی توی این افکت ها ایجاد کنید خیلی راحت میتونید اون لایه رو مجددا انتخاب کنید و از قسمت پراپرتیز خیلی راحت میتونید تغییراتی رو بهشون ایجاد کنید. الان من یه مقدار نیاز دارم این عکسم رنگش رو قرمزتر کنم، پس برای این عکسم میام مجددا کالر لوکاپ رو انتخاب میکنم و تری استریپ رو بهش اضافه میکنم. مجددا مطمئن باشید که فقط روی این لایه عکسم داره این اتفاقات میفته. حالا به گروپ هم یه سایه میدم. باز میتونم اینجا کلیک راست کنم، بلندینگ آپشن رو انتخاب کنم، یا میتونم روش کلیک کنم و از قسمت افیکس پایین مستقیم بیام بهش دراپ شادو رو بدم. یه مقدار رنگ این دوتا رنگی که اینجا ایجاد کردم هم کم رنگ تر میکنم. این بود از آموزش امروزمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و ازش نکات جدیدی رو یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که تو قسمت کامنت حتما پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی از اینکه ما رو حمایت میکنید. تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون.